اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و ازرا به نفسه من استشعر الطمع. در محضر حکمت‌های نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام بودیم. به حکمت دوم نهج البلاغه رسیدیم. حکمت‌هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به جناب مالک اشتر رضوان الله علیه فرمود. قبل از این حکمت یک جمله ای رو امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد اهمیت این مطالب و جمله دیگری در مورد مروت داره. به مالک اشتر فرمودید جملات رو خوب حفظ کن و نگه دار. و در ادامه هم فرمود کسی که مروتش دچار نقصان می شود به خاطر ضعف یقین هست. ما برای این که جملات دیگر این حکمت رو که بر پایه مروت میچرخه بدانیم، باید اول مروت رو بدانیم، مفهوم مروت چیست و چه کسی دارای مروته. این شعر جناب حافظ هم خیلی زیباست که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ابتدا خدمت وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام برویم و یک حدیث نورانی از اون حضرت داشته باشیم. یک مرد انصاری میاد خدمت امام حسین علیه السلام و به ایشون عرض میکنه من حاجتی دارم. حضرت میفرماید که حاجتت رو بنویس و آبروت رو خرج نکن. ایشون در یک مکتوب می نویسد که من به فلانی بدهکارم 500 دینار. از شما تقاضا میکنم که شما با او حرف بزنید، به من مهلت بده تا من وقتی که دارا شدم او رو بپردازم. حضرت بعد از خواندن این نامه وارد منزلشون میشوند و یک کیسه ای که در او 1000 دینار وجود داره برمیداره و به ایشون تقدیم میکنه. میفرماید که 500 دینار این رو برای بدهیت بده و 500 دینار هم خرج زندگیت بکن. اما توصیه‌ای به ایشون میفرماید امام حسین علیه السلام و توصیه اینه که وقتی که حاجت داشتی حاجت تو پیش هر کسی مطرح نکن، از هر کسی حاجت نخواه. حاجتت رو از یکی از این 3 نفر بخواه: یا کسی که متدین باشه، یا کسی که دارای مروت باشه و یا کسی که دارای حسب باشه. دارای حسب باشه یعنی فرزند خصال خویشتن باشه، انسان سخی، انسان کریم، انسان شجاع. بعد فرمود که اگر کسی متدین باشه و تو به او مراجعه بکنی به خاطر حفظ دین خودش حاجت تو رو برآورده میکنه. و اما اگر دارای مروت باشه، مروتش او رو وادار میکنه که به تو ادای حاجت بکنه و خجالت میکشه که قضای حاجت رو برای تو انجام ندهد. و اما اگر صاحب حسب باشه میداند که تو آبرو در گرو گذاشتی و به خاطر اینکه حفظ آبروی تو رو بکنه حاجت تو رو ادا خواهد کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 20 نهج البلاغه اهل مروت رو معرفی کرد و فرمود شما با صاحبان مروت این گونه رفتار کنید که اگر اونها لغزیدند از لغزش اونها درگذرید. چرا؟ چون اگر پای اونها لغزید دست اونها در دست خداوند متعال. پس اگر خواستیم صاحب مروت رو تا اینجا بشناسیم بدانیم که صاحب مروت کسی است که دست خدا در دست اوست. اگر زمین بخوره خداوند او رو بلند میکنه. امیدواریم که این حکمت‌های نورانی امیرالمؤمنین السلام رو آویزه گوش جانمان بکنیم و با امیرالمؤمنین علیه السلام محشور شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.